ای خدا این ترشیده ها رو ببین، همشون رفتن یه وری. مهسا با دوستش رفته سینما. اینو نگاه، فاتی داره قلیون میکشه. اینم دوست پسر پیدا کرد، قیافش شبیه دستگیری در توالته. اینو فکر کرده ما نمیفهمیم که رفته از یه پیج دیگه عکس گلو برداشته گذاشته که مثلا دوست پسرم برام خریده. حالا چی؟ ایلی رفته ترکیه؟ ای خدا لباسشو نگاه، تابستون داره تمام میشه، من هنوز خونم، هیچ نمیتونم برم، مامانم اجازه نمیده، عصبانی میشه. یکم با پری غیبت کنم. این چیه؟ طلایی خرید کن، هر هفته 5 تا میشه 20 گرمی با پرداخت اعتباری و کلی تخفیف هیجان انگیز تو هایپر فامیلی. برم خرید کنم، نوتلا بخرم.